اعلان وزارت کار خارجه تاجیکستان درباره تشکیل پروازهای چارتری باعث جمع شدن ازدحام بزرگ در نزد بینای سفارت تاجیکستان در مسکو شد. گردآمدگان می‌خواهند برای انتقال به وطن نام‌نویس شوند. کاربران آزاد ویدیو با فرستادن نوارها خبر دادند که کارمندان سفارت اساساً زنان حامله و کودکان، افراد سالخورده و بیمار را برای خط گرفتند. مقامات تاجیک هفته گذشته گفتند که در مد اول همین قشر آسیب پذیر به تاجیکستان طریق هواپیماهای غیر نقشه‌ای سامان ایر و تاجیک ایر فرستاده می‌شوند. قرار است انتقال با نوبت مهاجران از 25 ایون به آن طرف شروع گردد. فعلا نرخ بلیط و سنه پرواز هواپیماها اعلان نشده است. السلام علیکم. اینم اوچرتی با قیگیری